اومدن تعدادی مرد 80 ساله رو دور هم جمع کردن و بهشون گفتن که تنها برای 5 روز از شما میخوایم که وانمود کنید 22 سالتونه، طوری فکر کنید، طوری تصمیم بگیرید، طوری حرف بزنید و در نهایت طوری رفتار کنید که انگار 22 سالتونه. همزمان با این محققان رفتن عکس و فیلم و مجله های مختلفی از 50-60 سال قبل جور کردن که این افراد رو به یاد جوانیشون مینداخت. روی دیوارها پوستر مرلین مونرو نصب کردن، عکس برادران کندی رو بهشون دادن و روزنامه‌هایی که درباره بحران کوبا صحبت می‌کردن. در انتهای این 5 روز اتفاق خیلی جالبی افتاد. افرادی که تا دیروز بدون عصا نمیتونستن راه برن، حالا سر حال داشتن با محققان فوتبال آمریکایی بازی می‌کردن. شگفت انگیز بود. فقط طی 5 روز طول انگشتان دست و پاشون بلندتر شده بود. ورم مفاصلشون خوابیده بود. حتی قد بعضی از اینها بلندتر شده بود و توانایی‌های ادراکی و هوشیشون تا 60% افزایش یافته بود. هیچ کسی در اون تیم تحقیقاتی باور نمی‌کرد که فقط در طی 5 روز این همه تغییر اتفاق افتاده. و زیبایی این تغییر برای من ویس مصطفاپور اینه که واژه هویت چقدر میتونه قدرتمند باشه. شما میتونی یک فرد 80 ساله باشی با صدها بیماری مختلف، اما اگر عصیان کنی و نپذیری این هویتی که جامعه به شما داده و خودت رو یک فرد جوان بدونی، واقعا تاثیرگذار خواهد بود. هویت یعنی تصویر درونی، یعنی خودمون رو چطور و کجای این اجتماع میبینیم. و چیت کد و زیبایی این داستان هم اینه که درسته شما شاید نتونید تک به تک به اعضای بدنتون دستور بدید که مثلا تو سالمتر باش، تو باهوشتر باش، اما کافیه هویت فردی که دارای اینهاست رو بپذیری و این ویژگی ها همراه اون خواهد آمد. میخوای روابط اجتماعی قدرتمندتری داشته باشی، خودت رو یک تاجر بزرگ فرض کن. میخوای باهوشتر باشی، فرض کن یک نابغه، یک دانشمند بزرگی. مثل اون افراد فکر کن، تصمیم بگیر، حرف بزن، رفتار کن، در محیطشون قرار بگیر و بعد از مدتی میبینی واقعا تبدیل به اونها شدی. درود به شما و تا آموزشی دیگر، بدرود.